سلام و عرض ادب و احترامات دارم به شما و به تمامی مشترکین کانال یوتیوب ریال میکروفیکس. دوستان عزیز، در این ویدیو برای شما آموزش میدم چگونه ما در فوتوشاپ مو را انتخاب کنیم. قسمی که دوستان شما در تصویر میبینین من براتون واضح تر بسازمشون و این ترتیب که هیچ جایش هم از ما نمانه. بریم دوستان عزیز سمت آموزش. اولش بیاین از این قسمت رایت کلیک لاسو تول را انتخاب میکنیم. دور بر عکس را هم به ترتیبی که من انتخاب میکنم شما هم انتخاب کنین و این ترتیب تمام مو را انتخاب میکنیم. و این هم دوستان عزیز از انتخاب دارم. بیاین از این قسمت سلکت and ماسک را انتخاب کنید. چند لحظه ما صبر میکنیم. اوکی را میزنیم. دوستان عزیزی کار کم ذره وقت میبره. و این هم دوستان عزیز از سلکشن ما که بعضی از جاهای مو را هم انتخاب نشده. ریفاین هایر را انتخاب کنید. اوکی میکنیم. این هم دوستان عزیز از سلکشن ما. با زدن کنترل سی از یک کپی میگیریم و با زدن کنترل ان یک ورق سفید A4 را ما انتخاب میکنیم، کریت میکنیم و با زدن کنترل وی اینجا ما پیست میکنیم. و این هم دوستان عزیز از سلکشن مو. و دوستان عزیز فراموشتان نشه که کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله را فشار بدهید تا از ویدیوهای بعدی ما هم مستفید شوید. و فایل PSD این آموزش را هم براتون در کانال تلگرامی اسم جا میمانم، از اونجا میتونید که شما بگیرید.